های چطوری؟ دلم خیلی تنگ شده بود، گفتم که بیام یه ویدیو بگیرم. دیدم که گاهی اوقات مودی میشم و اینجوری میشه که یه مدت اصلا هیچ ویدیویی نداریم، بعد یه دونه ویدیو میاد دوباره هیچ ویدیویی نداریم. لطفا تحمل کنید. چی شد دوباره اومدم ویدیو بگیرم؟ داستانش اینه که یکی از شماها اومدیم من پیام دادیم و گفتین که اینقدر خودمونی و اینقدر باحال راجع به گرافیک و کلا همه چی صحبت میکنی. خیلی خوشم اومدم بهت پیام بدم بگم که خیلی باحالی، خیلی وایب خوب میدی. اینجوریم که رسالت من همینه. جوانو گرفت و گفتم که هپی مرسی که اومدین تک تک تو این حرفا رو به من گفتین و حس کردم که واقعا مفید دارم واقع میشم. یه سریاتون اومدین من گفتین که برام عکس فرستادین از اینکه رفتین رشته گرافیک و رفتین رشته نقاشی گرافیک و دارین رشته رو میخونین. از تلاشاتون برام عکس فرستاده بودین، خیلی برام ارزشمند بود. امیدوارم که هر جا هستین موفق باشین. ماچ بهتون برین که ویدیو داشته باشین. من بهتون این آزادی رو میدم که هر موقع من فعالیت نمی‌کردم بیاین منو بزنید. برای کامبک زدن به یوتیوب سوالای شما اینجا جواب بدم، ریاکت بدم بهشون. قول میدم به خدا که یه عالم ویدیوی باحال داریم و سعی میکنم واقعا هر جوری که شده براتون ویدیو بذارم. بعضی از بلاگرها رو میدیدم هیچ محتوایی نداره، هیچ ادیت خاصی نداره و من انقدر به خودم سر ادیت و اینجور چیزا سخت میگرفتم. قول زیاد ویدیوهای خیلی زیادتری قرار داشته باشیم. قول میدم بهتون. اولین نفر اومده گفته که من کارم ضعیفه و تو دانشگاه مسخره‌ام میکنم. ببین حتی تو جو هنرستانم ممکنه این داستان وجود داشته باشه. از دلیل‌هاش اینه که خب شما تمرین کافی ندارین. خیلی چیز مهمیه و تلاش کنید بهترش کنید. نه سعی کنید خودتون آپدیت کنید، بهتر کنید. خیلی جای تحسین داره. خب اصلا مسخره شدن رو در نظر نگیر. یه نفر اومده گفته که مهربونی از چهرت مشخصه. مرسی. هپی میشه یه لیست از وسایل 12 بگی؟ آره حتما یه ویدیو میگیرم از لیست وسایل هایی که 12 هست، راجبش کلی حرف میزنیم. بعد گفته که به نظرت بده که اول کارمون اوکی نباشه؟ اصلا بچه‌ام اصلا مهم نیست. من خودم کسی بودم که سال اولی که رفتم هنرستان کارم معمولی بود، یعنی یه موقع‌هایی حتی افتضاح بود. اونجا بود که فهمیدم اوکی با تمرین، با کلاس رفتن، با یوتیوب دیدن، با خوندن کتابای راجع به هنر خیلی بهتون کمک میکنه. بهتون بگم اینه که توی هنر درسته که شما اکثرا با دست باید کار کنین، ولی اینکه راجبش دانش هنری داشته باشین اونم خیلی مهمه. من موقعی که میرفتم کلاس طراحی کتابای هنر میخوندم، نوت‌های خیلی کوچولو از هنرمندای بزرگ میخوندم. من کتاب اسکیس خریدم ببینم اسکیس یعنی چی. کتاب پوستر خریدم، حتی کالبد آناتومی رو باید میخوندم که بفهمم خب مثلا این عضله که من دارم طراحیش میکنم به چه درد میخوره. پیش زمینه داشته باشین راجع به چیزی که دارین انجام میدین، تئوریشو بدونین خیلی بهتون کمک میکنه. حتی کتابای خود طراحی هنرستان هم به نظر من خیلی اطلاعات خوبی داخلش وجود داره، با اینکه مثلا خیلی از عکس‌ها سانسور شده، خیلی از مطالب وجود نداره، ولی خب بازم از هیچی بهتره. زندگی نامه هنرمندا رو بخونید، کلی مستند هنری هست که میتونید ببینید و همزمان که سرگرمتون میکنه به دانشتون خیلی اضافه میکنه. من خیلی طراحی میکردم، یعنی یادمه که مثلا تو مدرسه تو هنرستان نشسته بودیم، زنگ تفریح که میشد یا زنگ درسای تئوریک خیلی خوب باشون حال نمیکردم، از همکلاسیام طراحی میکردم و الان در دیوار رو تمام نگاه میکنم خیلی از همکلاسیام اینجان. نبودش که مثلا زنگ تفریح فقط خوراکی بخورم، فقط برم بگردم، تفریح خاصی اونجوری نبود که مثلا همه دوست دارن، ولی من اینجوری بودم که میشستم طراحی میکردم، میشستم کتاب چقدر میخوندم. کتاب مثلا درس فارسی جلوم بود، معلم داشت راجع به درس صحبت میکرد، من داشتم طراحی میکردم. معلم داشت راجع به درس صحبت میکرد، من داشتم کتاب میخوندم. من درس رو بلد بودم، این کارو میکردم. این بدآموزی داره، ولی مثلا یادمه که سر یه سری زنگا ایرپاد میبردم پادکست گوش میدادم. یا خیلی دوران جذابی بود، یعنی هنرستان خیلی دوران خفنی بود واسم. میتونید توی هنرستانتون هم تلاش کنید هم خاطره بسازید، چون دوران هنرستان یه چیزیه که
تا ابد خاطرهاش باهاتون میمونه. سال آخر خیلی اذیت شدم سر مشکلاتی که واسم پیش اومده بود. از نظر فیزیکی و جسمی خیلی کمرم آسیب دیده بود و خب بیدار میشدم نمیتونستم تکون بخورم. گذشت. انتخاب کردید برید هنرستان، ازش 100% لذت و استفاده رو ببرید که هم کنارش خوش بگذرونین هم پیشرفت کنین. فرمانده پرسیده که حجم کاراتون چجوری بود. من تو ویدیو قبلی هم بهتون گفتم حجم کار خیلی زیاد بود. سال دهم که من واقعا یادم نمیره انقدر طراحی زیاد بود من گریه میکردم. البته به خاطر این بودش که من طراحیم خوب نبود. 11ام تقریبا نسبتا اوکی بود، خیلی زیاد نبود. سال 12ام قشنگ 3 برابر شد همیشه. همیشه کارام آماده بود، یعنی به ندرت پیش می اومد که مثلا یه کاری رو نداشته باشم یا کم داشته باشم، دیر بیارم. بعد همه براشون این سوال بودش که تو چجوری این کار انجام میدی؟ چجوری برنامه‌ریزی میکنی؟ چجوری میتونی همه کاراتو به موقع بیاری؟ بعد واقعا آدم پلنر پرسنی بودم، دقیق برنامه میریختم و برنامه‌ریزی اینجا خیلی تو هنرستان به شما کمک میکنه، چون شما فقط یه درس ندارید که ممکنه که 3 تا درس 4 تا درس داشته باشین که مجبور باشین از خلاقیتتون تو زمینه‌های مختلف استفاده کنین که بتونید یه اثر خلق کنید. با برنامه‌ریزی درست باور کنید که همه اینا اوکی میشه. بعضیا مثلا میگن که ما میریم هنرستان دیگه نمیتونیم تفریح کنیم، دیگه نمیتونیم مثلا با دوستامون اونقدر بیرون بریم بخاطر اینکه حجم کار خیلی بالاه. توی هنر در واقع اگه واقعا عشق بهش داشته باشین دارید زندگی میکنید، دارید تفریح ته عشق و حال و تفریح رو میبرید اگه دوستش داشته باشین. نه فقط هنر، کسی که پزشکی میخونه، کسی که ریاضی میخونه و اگه واقعا اعداد و ارقام مسائل مربوط به پزشکی دوست داشته باشین لحظه به لحظه اون درس خوندن رو زندگی میکنین. در آخر باید بهتون بگم که به انتخاباتون دقت کنید، از روی نه فقط علاقه نه فقط اجبار این کار رو انجام ندید که یکی از تصمیمای تاثیرگذار زندگیتون ممکنه هنرستان رفتن و انتخاب رشته ها رو نه فقط هنرستان باشه. شما میتونید از اون تصمیم صرف نظر کنید، از دانشگاه انصراف بدید، رشتهتون رو تغییر بدید، اصلا جای نگرانی نیستش. فقط با دید باز برید جلو، هر چیزی رو نپذیرید. مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدین، امیدوارم که دوستش داشته باشین. میبینم انقدر واسه آدمای دور و برم ممکنه بتونم مفید باشم، بهشون کمک کنم، قطعا این کمک رو دریغ نمی‌کنم از کسی. مرسی که وقت گذاشتی. حتما برام یه کامنت بذار که بدونم بهت کمک کردم یا نه. اگه دوستش داشتی لایک هم یادت نره، سابسکرایب یادت نره. بوست بای تا ویدیو دیگه.